بسم الله الرحمن الرحیم. ولوتان رینا دیلا انصاف علی هدایت هستم و برنامه 155 مهندسی جهل رو با آشنایی با یک کتاب قدیمی خطی دستنوشته چند صد ساله منحصر به فرد تخصصی یا علمی یا هنری یا ادبی یا دینی، فلسفی، سیاسی، پزشکی و غیره، حالا یکی آغاز میکنم. امیدوارم که بتونیم از این زندانی که در حافظه و فکر و عقل ما ایجاد کردن که ترک‌ها تاریخ مکتوب یا تمدن مکتوب و تمدن فکری ندارند، از این زندان بتونیم خارج بشیم. با آشنایی این کتاب ها بتونیم از این زندان خارج بشیم، بتونیم از این زندان سری به بیرون بندازیم و بریم بیرون، ببینیم که یک جهان ترکی وجود داشته در سایه فکر و کتاب ها و تمدن فکری و تمدن مکتوب بوده که ترک ها تونسته بودن امپراتوری جهانی ایجاد بکنن و قدرت اول تمامی شرق و غرب و کره زمین بشن. بریم ببینیم که برای امروز شانس ما چه کتابی رو برای ما میاره. ببینیم که در قبل ما کتاب‌هایی رو دانلود کرده بودیم، حالا بریم سراغ اونها و ببینیم که چه کتابی رو دیروز کتاب ادوار رو خوندیم. اسم کتاب روح پرور یا ادوار بود و من در عمرم در این 60 سال اولین کتاب، چه در زبان فارسی، انگلیسی، عربی یا ترکی، اولین کتابی بود که در مورد موسیقی خوندم. کتابی که 600 و بیش از 600 سال پیش به ترکی خود ما که بتونیم بفهمیم به زبان ساده درباره موسیقی و آهنگها و نواهای موسیقی و سازها نوشته شده بود. من بیش از 2 ساعت دیروز برای این کتاب صرف کردم، باهاش آشنا شدم و در پشت سر اون یک ویدیو در اینستاگرام به یک ویدیو برخوردم که یک خانم مصری داشت بیات ترک رو آموزش میداد و هم با موسیقی هم با صدا این رو آموزش میداد و این رو هم گذاشتم. ای کاش اینو قبلا میدونستم. بذاری ببینم اگر بتونم اون رو اینجا پیدا بکنم و شیر بکنم با شما، خیلی عالی خواهد بود تا بتونیم یک فقط کسایی که مثل من از موسیقی آگاهی ندارن یک مقداری با این آشنا بشن. بذارید ببینم اینجا. که اینجا دوستان صدا رو شنیدید اینستاگرام و کسایی که بتونن یوتیوب رو ببینن ویدیو رو هم میتونن ببینن و کسایی که دلشون بخواد میتونن برن تو صفحه من این رو ببینن. البته علاقه در من ایجاد کرد این کتاب که حداقل آشنایی با مقام‌های موسیقی داشته باشم و امیدوارم که یک روزی هم بتونم یک سازی رو بنوازم. امیدوارم هم فرصت هم امکانات مالی
فلان وجود داشته باشه، زمان و اینها وجود داشته باشه، بتونم یاد بگیرم. ولی واقعا یک عالمیه. به هر حال دیروز این کتاب ادوار رو که حالا لیدنامی به زبان ترکی خیلی زیبایی نوشته، برای اولین بار در عمرم باهاش آشنا شدم و این کتاب بیش از 600 سال پیش، حالا بذارید دقیقاً بگم که 600 فکر کنم که اینجا نوشته بود که بیش از 666 سال یا بیش از 606 سال پیش 62 بیش از 660 سال پیش نوشته شده بود. حالا از این کتاب که بگذاریم، برگردیم امروز ببینیم چه شانس برای شانسمون امروز دیوان خطایی اومد. قبلا فکر میکنم یک یا دو بار دیوان خطایی، نسخه هایی از دیوان خطایی رو شاه اسماعیل صفوی رو خواندیم و امروز دوباره یک نسخه دیگری در دست ما هست که 880 هجری نوشته شده. دوستان امروز 1447 هستش. اگر ازش 887 رو کم بکنیم 560 سال پیش این کتاب نوشته شده و این نسخه اصلی نیست. به نظر میاد نسخه اصلی نباشه. مثل همیشه کتاب رو از نظر ظاهری ببینیم که چه وضعیتی داره. میبینیم که کتابی هست که با دو رنگ سیاه و سفید، جلدش دو رنگ سیاه و سفید داره، احتمالاً جزو نقاشی های دوره عثمانی هستش که فقط دو رنگ شده و این متاسفانه به نوعی نگاه مطلق گرایانه یا سفید یا سیاه رو تقریبا به ما نشون میده، برعکس اون کتاب هایی که قبلا دیدیم که چند رنگ هست، به خصوص فیروزه، یعنی رنگ آبی روشن آسمانی که در چه سمبل ترک ها هست، یه نوعی ترک، سمبل ترک هستش. این کتاب در کجا نگه داریم؟ کتابخانه عمومی حضرت آیت الله عظما گلپایگانی، خدا غریق رحمتش بکنه. نام دیوان این دیوان خطایی، مؤلف صفوی اسماعیل، تولد و وفات در سال 892 متولد شده، در سال 930 فوت کرده. نگاه کنید، من وقتی به تاریخ ها میرسم دیدید که یه مقدار درنگ کردم در مورد تاریخ 882 چه 500 چند سال باشه، 60 سال باشه، خیلی درنگ کردم، برای اینکه شاه اسماعیل صفوی اگر این تاریخ ها درست باشه، یکی از این تاریخ ها غلطه، یعنی یکی از این دو تاریخ، یا اون تاریخی که 887 قمری غلطه که در این تاریخ این کتاب تموم شده، یا حالا به هر حال یعنی یا خود شاه این رو در اون تاریخ نوشته و تموم کرده، یا اینکه یه نسخه برداری از روی نسخه اصلی برداشته نوشته و تاریخ زده، یا اینکه میگن تولد شاه اسماعیل صفوی 892 بوده و 930 هم فوت کرده، یعنی حدوداً، البته طبق اینجا باید حدود 38 ساله باشه، حدوداً 38 سال، 30 سال از اونجا، 8 سالم از اینجا، بله 38 ساله بوده که فوت کرده. یا باید این غلط باشه، یکی از این دوتا غلطه. برای چی؟ برای اینکه نمیشه یه آدمی که مثلا چند این 87 اگه متولد شده باشه، 5 سال بعد این متولد شده، بعد یعنی 5 سال قبل از این که متولد بشه کتاب براش نوشته شده. اینجاست که میگم یکی از این، حالا تلاش میکنیم که پیدا بکنیم. موضوع دیوان، زبان ترکی، کاتب بینام. این جالبه، اینجا هم نویسنده کتابخانه آیت الله گلپایگانی هم
بینام رو بیکا نوشته. احتمالا کا به معنی کاتب باشه، ولی به این معنی هم از بی نام کلمه در ترکی نه رو خیلی وقتا با کا می نویسن، اون نونی که اینجا هست. تاریخ تحریر قرن 11. اینجا هم گفته قرن 11 هجری این کتاب نسخه نویسی شده. این درسته، یعنی نسخه نویسی قرن 11 با عقل جور در میاد. اما چطور یه چنین پادشاهی درباره وفات و تولد و وفات یه چنین پادشاهی و اینکه کتابی در قرن 11 نسخه برداری شد باشه، ولی برگرده 887 که یا 5 سال جلوتر از اینکه حضرت سلطان صفوی، شاه اسماعیل صفوی به دنیا اومده باشه کتاب نوشته شده باشه. یکی از این تاریخ‌ها غلطه. ویژگی ننوشته. تاریخ تصویربرداری در سال 1386 این کتاب رو PDF کردن، عکاسی کردن. کلیه حقوق مادی و معنوی این نسخه الکترونیک متعلق به کتابخانه آیت الله عظما گلپایگانی حالا می باشد. یه متن همین رو متن هم نوشته. جالبه که نوشته که all spiritual and financial rights of the electronic book is reserved by Ayatollah Uzma حالا گلپایگانی library. خب اینجا اسپریچوالش رو گفتم. اینجا در غرب میگن که کپرایت، تمامی چیز متعلق به اینجاست. ولی خب جالبه یه مقدار این کتاب رو حالا داریم میبینیم دوستان. اگر دقت کنید با یه نقاشی از چهره شاه اسماعیل صفوی مواجهیم. نیمرخ شاه اسماعیل صفوی رو نقاشی کردن. آدمی که 38 سالش بوده خیلی پیره تو این عکس. تو این عکس نسبت به اون سن و سالی که باید داشته باشه خیلی پیره. این کتاب اینجا دوباره نوشته که حالا یه چیزی 851 منهای 541 این چی هست؟ باید برگردیم اینو ببینیم. تعداد ابیات این کتاب را با تخمین آخر کتاب من دقیقاً شمار نمودم. احتمالاً این چی هست؟ اشاره با یه خطی اینجا نوشته. جالب هست. بذارید این رو یه ذره بزرگ بکنیم بتونیم بخونیم. این یه جوری تا آخر صفحه نوشته یا عکس و کوتاه یه جوری گرفتن که بخشی از کتاب نیفتاده، در نتیجه آخر سطر دیده نمیشه. تعداد ابیات این کتاب را با تخمین آخر کتاب، حالا احتمالاً بنده هست چی هست اینجا یه چیزی نوشته شده، دقیقاً شمار نمودم. دورم اردم و 4 بیت چی؟ و 1 مصرع باشد. ضمناً باید توجه داشت که از حرف دال صفحه چی دیده نمیشه. فقط یک غزل ناتمام باقی مانده. بقیه حروف دال و حروف زال، هرچه غزلی که بعد از آوران کتاب کسر داز کتاب کرد، از این احتمالا از بین رفته است. ساری صفت را سایر احتمالا باشه. سایر صفحات را با دقت رسیدگی کردم. ظاهراً درست است. صفحه آخر کتاب انسان حالا چی محمد باره شده است.
پاره شده است. از اول کتاب هم ورقی یک صفحه علی الظاهر کسر است. حالا اینجا اسمشو نوشته این کسی که عبدالله کشاورز نامی این رو در 39 احتمالا سال 1339 باید باشه، 19 آذر ماه 1339 احتمالا باشه، 39 رو فقط میشه دید، بقیه رو ننوشته، امضا زده تقریبا. ولی اینجا گفته که 851 منهای 5 یا 5، حالا اینجا رو عدد رو نگاه کنید، 5 باشه یا 50 باشه میشه 141 که نمیشه. چجوری این چی هستش اینجوری جمع کرده نمیدونم. 851 اگر هر کاری بکنیم با 50 جمع بکنیم، ضرب بکنیم، عدد بکنیم، 141 نمیشه. حالا این چی هست؟ اینجا یه چیزی هم نوشته ولی من این خط رو چی ممر زاده مما الله به معنا و چی نمیتونم، حتی فارسیش هم دیگه نمیتونم. این دستخط ویژه‌ای هستش که این جناب عبدالله کشاورز نوشته در حاشیه کتاب. عکس بعدی هم ازش هست، نگاه کنید. این عکس بالایی رو، نقاشی بالایی، عکس نیست، نقاشی بالایی رو با نقاشی پایین از همون چهره مقایسه میکنیم. در اینجا خمار آلود هست در بالا، در پایین هم خمار آلود هست. سیبیلش خیلی فرق کرده، سیبیلش در بالا میاد پایین و حالت بورما دادن این رو و نازک میشه، ولی در عکس نقاشی هایی که معمولا از شاه عباس صفوی دیدیم این عکس پایین هستش که روی شیشه های قلیان و روی نلبکی ها و اینها میدیدیم در گذشته که کلفت اینجا هم میاد، اینجا هم کلفت سیبیل هاش. اینجا یک مقداری جوانتر دیده میشه ولی باز هم این چهره به خصوص در اینجاها در پیشانی علامت پیری دیده میشه، یعنی 39 ساله نباید یه چنین وضعیتی داشته باشه. شماره ثبت 887 کتابخانه، حالا اینم کشاورز چی هستش، احتمالاً کتابخانه عمومی حضرت آیت الله عظما گلپایگانی بخش کتب خطی، این در اونجا هست. حالا این یه مقداری اینجا با خود کتاب و یه نوشته‌ای که عبدالله کشاورز نوشته آشنا شدیم به فارسی و 2 تا نقاشی ازش دیدیم و میرسه به متن شعر. همونطور که اینجا بالا نوشته جناب کشاورز اگر مرده الله رحمتش بکنه، اگر زنده هست سلامت باشه، گفته که یه تعدادی از صفحه، حداقل یک صفحه از اول کتاب گم شده و 1-2 صفحه هم از آخرش کتاب گم شده و در وسط ها هم یه تعدادی از اشعار رو اونجا گفتش که ناقص مونده، یعنی گم شده. حالا در نتیجه ما میبینیم که عکس شاه اسماعیل صفوی رو، نقاشی شاه اسماعیل صفوی رو میبینیم اما بسم الله نداره و اینکه باید اولش حتما باید اظهار ارادت بکنه به درگاه حضرت احدیت و همچنین به پیغمبر و ائمه و اینها. این قسمت رو احتمالاً نمیتونیم ببینیم، البته باید برگردیم ببینیم. شعر به هر حال این قسمت یه تعدادی از صفحات از بین رفته، اون صفحه‌ای که مونده اونجا رو علامت 1 زدن. از اینجا به بعد میخوان کتاب رو نگهداری بکنن، در نتیجه صفحات رو اگه مثلا حالا نمیدونم شاید هم به خاطر فقط برای عکاسی بوده این کار کردن. کتاب قدش بلندتر، جا نمیگیره تو صفحه من، یه مقدار بیشتری دوباره این رو کوچیک میکنم که کاملا در صفحه جا بگیره. حالا این در صفحه جا گرفت و ما دیدیم در صفحه راست عکس نقاشی شاه اسماعیل صفوی، در صفحه چپ در وسط صفحه در 2 طرف خط بالا و پایین متن جای سفید برای نوشتن یا برای زیبایی استفاده شده. دور اطراف اونجایی که نوشته شده کادر
کادری کشیدن با رنگ سیاه یا مداد یا هر چیز سیاهی، این رو کشیدن که تعدادش هم بیشتره، شاید بعد بشه شمرد حتی که چند تا 1 2 3 4 5 تا مشکی، یه دونه رنگ، حالا یه رنگ نمیدونم بگیم سرمه‌ای هست چه رنگیه، و 2 تا دوباره مشکی. و بعد هر غزل رو یا هر شعر رو داخل یک کادر گذاشته و داخل دوباره اون رو، حالا کسایی که دوستان که میتونن ببینن گوگل بکن، در یوتیوب اینجا رو ببینن، کاملا متوجه میشن که حتی وسط یه بیت که هستش از 2 قسمت، یه بیت از 2 قسمت تشکیل میشه که مصرع میگن، وسطش دوباره کادر کشیده، مصرع ها رو هم از هم جدا کرده. بریم صفحه های بعدی کتاب رو هم ببینیم، خیلی توضیح دادم این رو. اینجا هم میبینید که کتاب آسیب جدی دیده. اینجا میبینید که متاسفانه کتاب به طور جدی آسیب دیده. معلومه که این کتاب رو خیلی خوندن یا دستکاری کردن، اثر انگشت ها رو و لکه‌ای که حالا عرق دست بوده یا غذا خوردن و اینها روغنی بوده، همینجا میبینید که کتاب رو گرفتن و برگ‌ها رو چرخوندن. ولی خوبیش به اینه که کتاب رو، گوشه های کتاب رو خم نکردن، تا نکردن که بپوسه و از بین بره. کتاب به خط آبی زیبایی نوشته شده. تا الان بیشتر نوشته هایی که ما دیدیم با رنگ سیاه و قرمز بود. اینجا میبینید که با رنگ آبی زیبایی نوشته شده. یه مقدارم احتمالا به قرمز میخوره که من شاید به خاطر رنگ جزلوک خیلی نمیتونم باهاش ارتباط برقرار بکنم با اون رنگ. البته تأثیر زیادی نباید داشته باشه. به هر حال داریم صفحات بعدی رو میبینیم و این کادربندی ادامه داره. همون کادربندی ادامه داره. یک کار جدید که در صفحات بعدی میشه، اون اشعار پایانی که معمولا بیت ها، یک بیت اشعار پایانی هست، احتمالاً خودش رو معرفی میکنه. اونجا نویسنده خودش رو در شعر دو مصرع پایانی، یعنی یک بیت پایانی چیز میکنه. این بیت ها رو زیر هم مینویسه دیگه، در مقابل هم نمینویسه. کنارهای اینها رو رنگ‌آمیزی کردن به رنگ سرخ. این هم یک کاریه که اینجا داری میبینی. و اون وسط اشعار رو هم با رنگ زرد نقاشی کردن. این هم یک چیزی. اینجا هم یک متنی رو میبینیم که در حاشیه نوشته شده. بذار ببینیم این چی هست. بزرگش کردم که ببینیم. پس ادرار bu خطایی چون عیاز olmuştur. پس دور. حالا این چی هستش؟ یه ذره بزرگترش بکنیم ببینیم اینو میتونیم بخونیم. پس رواdır bu خطایی چون عیاز olmuştur. عیاز جزو نامهای بسیار زیبایی هستش که در زبان ترکی رایج هست. جزو کلمات عیاز، دایاز به معنی کم سطح، کم عمق. عیاز به معنی روشنایی اول صبح. از تاریکی بیرون اومده ولی روشن نشده، روز نشده ولی روشنایی هست. اونم آیاز. صفحه بعدی رو بریم، همینجوری ادامه میدیم دیگه. خیلی روی این چیز نمی کنم. این کتاب در 140 صفحه کتابی که در PDF به 70 صفحه تقلیل پیدا میکنه نوشته شده. همون سبک ادامه داره. بعضی جاها اون رنگ قرمز پاک شده، بعضی جاها پررنگ شده، بعضی جاها یه رنگ دیگری بهش اضافه شده، بعضی جاها هم از اینجا به بعد دیگه اون رنگ قرمزی که در اون قسمت ها بود رو دیگه نمیبینیم. دوباره اینجا مهر کتابخونه هستش که باز ناقصه. این قسمت ظاهرا کتاب ارزش بیشتر بوده، در موقع عکاسی یه بخشی از اون رو عکاسی نکردن. خطش بسیار جالب هستش. کتابی هستش که
به خطی نوشته شده این کتاب که من میتونم باهاش ارتباط برقرار بکنم، بخوانم و باهاش احساسات نویسنده رو، احساسات خودم رو باهاش هماهنگ بکنم. البته که احساسات من احتمالا بسیار بسیار متفاوت از احساسات نویسنده هستش که کلمه رو، برای اینکه کلمه از وجود اون برمیخیزه و احساساتی در اون قبل از اینکه اون کلمات رو بگه ایجاد شده، درکی درش فهم، درکی از جهان و هستی، از اطراف و هر چیزی که هست داره فکر میکنه، درکی درش هویدا شده، پیدا شده که اون درک در من نیست. ولی من که این رو میخونم یه درک جدیدی از سخنان اون به دست میارم که نسبت این درک من به درک ایشون، درک من احتمالاً، البته اطلاعات ایشون احتمالاً به خاطر دسترسی به منابع مختلف و علمای بزرگی داشتن، احتمالاً درکشون از اون قضیه خیلی عمیق‌تر هست، اما به خاطر شرایط زمان و مکان که تغییر کرده و امکانات آموزش و کتاب و اینها زیاد شده، احتمالاً درک ما گسترده تر باشه، اما عمق درک ما احتمالاً کمتر از عمق درک ایشون در اون معانی و مفاهیم باشه. کتاب رو تا آخرش تقریبا رسیدیم، اینم صفحه آخر. در صفحه آخر میبینیم که یک صفحه کاملا یا پاره شده که گفتن اون جناب کشاورزم نوشته بود که پاره شده، و یک صفحه دیگری رو میبینیم که کادرش هم کادر بندی شده و کادر بندیش هم ناقصه. اینجاش هم جالبه که کادر بندی احتمالاً نه این یک صفحه بلکه صفحات بیشتری از این کتاب از بین رفته. حالا اینجا یک تاریخی زده که من این تاریخ رو، چون در اینجا کتابخانه زده این رو، احتمالا همون جناب کشاورز که این کتاب متعلق به کتابخانه شخصی عبدالله کشاورز می باشد که تحت شماره 887 ثبت دفتر شده است. پس این کتاب ابتدا در کتابخانه مرحوم عبدالله کشاورز بوده. ایشون این کتاب رو خریداری کرده، در کتابخانه نگه داشته، کتاب‌های زیادی هم داشته، 878 شماره داشته، شماره گذاری شده این کتاب. ولی بعداً به کتابخانه، حالا احتمالاً بعد از اینکه فوت کرده و فرزندانش هم احتمالاً اهل کتاب خیلی زیاد نبودن، کتاب رو به کتابهاش رو یا بخشی از کتابهاش رو به کتابخانه آیت الله گلپایگانی دادن و ایشون این کتابها رو نگه داشته. یکی از خوبی هایی که علمای اسلام داشتن، به خاطر اون بودجه‌ای که از مردم به دستشون میاد، میتوانستند یک چنین کتابخانه ها، البته بعضیشون نه همشون، میتونستن یک چنین کتابخانه ها مدارسی رو باز بکنن برای آموزش. این خیلی کار مثبتی هستش که بعضی از علمای بزرگ اسلام انجام دادن. آخر کتاب رو میبینیم، اینجا با عکس کتاب روبرو هستیم دوباره و میبینید که 5 حالا در پالا منظورش حالا یه بخشی از کتاب‌های خطی هستش و 141 هم عدد کتاب در اونجا هستش. جلد آخر کتاب رو میبینیم در اینجا و برمیگردیم اول کتاب که بتونیم یه چند تا شعر از این کتاب رو بخوانیم. شماره ثبتش هم اینجا گذاشته، گفته که 800 نگاه کنید اینجا شماره ثبت رو تاریخ گذاشتن، احتمال میدم این چیزی که من گفتم حالا معنی پیدا کرد. نگاه کنید شماره ثبتش هستش 887. این کتاب کتابخانه کشاورز، در کتابخانه کشاورز در زیر شماره 887 ثبت شده. ولی این دوستانی که برای این دیوان شناسنامه برای PDF نوشتن، در اونجا تاریخ نوشتن کتاب رو 887 قمری نوشتن و این درست نیست. این اشتباه کردن بین شماره کتاب و تاریخ نوشتن کتاب. حالا درست شد در اینجایی که اون، حالا البته میتونیم بریم سراغ گوگل هم ببینیم که شاه اسماعیل صفوی چه تاریخی
شاه اسماعیل صفوی. شاه اسماعیل صفوی اینجا چند تا عکس ازش میبینیم که بسیار متفاوت، اروپایی شده با رنگ موی زرد و ریش سفید زرد که این طور نقاشی ها دوستان، من یک کتابی در زبان انگلیسی در مورد چنگیزخان مغول، بزرگترین امپراتور جهان که جهان به خودش دیده، داشتم میخوندم به انگلیسی. اونجا نوشته بود که تا چند صد سال پیش، احتمالا 200 سال پیش، 250 سال پیش، تمامی عکس‌هایی که از کلیسا و حضرت عیسی و حواریون و حضرت مریم و اینها کشیده بودند، همشون در لباس‌های بود، لباس‌های پشمی، زمخت و با رنگ و قیافه تقریبا مغولی. ولی از 250 سال پیش شروع کردن این رو اروپایی کردن، یعنی عیسی و موسی و اباریون و نمیدونم مریم، حضرت مریم، بقیه رو همه رو از نظر چهره و پوشش چیز کردن. در دوره چنگیزخان مغول این لباس ابریشمی وارد جامعه میشه و میره به اروپا و از اون تاریخ لباس ابریشمی به تن نقاشی های حضرت عیسی و موسی و یارانش میکنن. اون چیه، شب آخر و نمه شراب و فلان، این که اون تابلوها همش اینها جدیده. قبل از اون یه چنین نقاشی های وجود نداشته و بعد از اون در 250 سال گذشته عیسی رو از شرقی بودن، از اهل سوریه احتمالاً به دنیا، در سوریه به دنیا اومده، سوریه امروزی، از اهل اینجا بودن، قیافش اینجایی بودن در آوردن کردنش اروپایی یا آمریکایی. یعنی الان چهره امروز حضرت عیسی رو نگاه بکنید، شرقی نیست، غربیه، اروپاییه. برای اینکه خواستن ما شرقی ها رو همه چیزشون رو ازشون بگیرن. اینجا هم شاه اسماعیل صفوی رو شما میبینید که مثل یک غربی هستش و کلاهش هم متفاوته. این کلاهی که الان سرشه اینجا مثل توپ فوتبال، در حالی که در اون نقاشی کتابی که ما داریم الان میبینیم چیز هستش، متفاوته. حالا ببینید اینجا ما بیایم ببینیم که در چه سالی اینجا، حالا ویکیشیئه بریم که هر دو تا تاریخ رو، هر سه تا تاریخ رو نوشته. شاه اسماعیل اول صفوی حکومت 907 به پادشاهی نشسته، 930 هم فوت کرده، یا 907 نمیتونه 907. ببینید کتاب ها رو حالا من کنار هم میذارم دوستان، اشتباهات کتاب ها رو و نوشته ها رو با هم مقایسه بکنیم. ببینید در اینجا نوشته که تاریخ تولدش 892 هستش و تاریخ وفاتش 930. گفتیم که حدوداً 38 سالشه، ولی در اینجا میگه که بذارید این هم بیاد اینجا، ولی در اینجا میگه 907 به دنیا اومده. البته حکومتش 907 شروع شده. چقدر میشه اگر 97 باشه اونم 7 سال از 8 سال از اینجا، 7 سال از 15 ساله بوده که مثلا میگه حکومت کرده. این چیز داره میگه، در حال که ما میدونیم حدوداً 12 یا 13 سالگی شروع کرده به حاکمیت، حکومت رسیده. خب اینجا هم یک دوباره تضادی بین اون چیزی که رایج هست و اون چیزی که نیست. 1501 به دنیا اومده، 1524 یا احتمالاً حکومتش اینجاست. حالا بین 907 و 930 چند سال دوستان؟ دقت بکنیم ببینیم، 33 سال. ولی در اینجا هم 33 سال میشه. بله 1501 تا 1524
اونجا میشه 23 سال، اینجا هم میشه 23 سال. بله درست، از نظر چیز این درست هستش. حالا ولی تولدش رو بذارید ببینیم. میگه که در پدرش در سال 1000 نه 893 قمری در جنگ با نیروهای گرخیسار، فرخ یسار احتمالاً حاکم شیروان فوت کرده. احتمالاً کی خودش به دنیا اومده؟ شاه اسماعیل میرزا در تابستان سال 1900 در سن 15 سالگی در تبریز تاجگذاری کرد. حالا اینجا هم اونو میگه از زمان سلطان محمد خداوند ایلخان مغول 880 بود. حالا اینجا دیگه بذار ببین اینجا یه چیزی می نویسه، حتما اینجا نوشته نام اسماعیل میرزا، لقب شاه اسماعیل اول، پدر شیخ حیدر صفوی، مادر حلیمه بگیم آقا، حلیمه بگیم آقا، فرزندان طهماسب میرزا، القاسب میرزا، سام میرزا و بهرام میرزا. محل دفن بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی. حکومت سلسله صفویان، آغاز حکومت 907 قمری، پایان حکومت 930 قمری. خودش البته نه سلسله. اقدامات مهم، رسمی کردن مذهب تشیع در ایران. این به نظرم درست نیست. این اصلا امکان وجود نداره که، چون در رسمی شدن یه چیزی در دنیا از زمانی اتفاق افتاده که حمل و نقل سریع مکانیک ماشینی انجام گرفته، دولت تونسته بر تمامی زوایای جامعه حاکم بشه، مدرسه و کتابخانه و دانشگاه و ارتش یک دست و اینجور چیزا درست بکنن. قبل از اینها وجود نداشته. رضا میبینیم در ایران زبان فارسی بعد از 1304 رسمی نمیشه، ولی خب از نظر اداری اجباری میشه. با اینکه در اون مرحله از تاریخ بشر ما با ماشین مواجه هستیم، حتی جنگ جهانی هلیکوپتر نه ولی هواپیماها وجود داشتن که حمل و نقل رو سریع میکردن، قطار وجود داشت، ولی ما اینها رو حالا نداشتیم. به خاطر اون هم درجه این که میگن مذهب رسمی رو، شیعه رو رسمی کرد، این دروغه. حالا یه دلیل دیگر چی هست؟ دلیل بعدی اینه که ببینید دولت صفوی رو، اون سرزمین های تحت بیرق دولت صفوی بود رو نگاه کنیم. یه بخشی از ترکیه امروزی تا گرجستان، از این طرف بخشی از افغانستان امروزی و پاکستان امروزی، و از اون بالا هم بخشی از تاجیکستان و نمیدونم حالا هرچی هست اون کشورها رو داشته، در دستش داشته. احتمالا یه نقشه ازش باشه اینجا. بذار ببینیم، میتونم اون نقشه دوران صفوی رو ببینیم. ادامه کشورگشایی، بذار ببینیم اینجا نقشه نداره، نقشه متاسفانه نذاشته. ولی ببینید میبینیم که در سنی ها سنی هستن. حالا میگن در آذربایجان قتل عام کردن، در تبریز قتل عام، اینا همش دروغه. تاریخ دروغه. این تاریخ هایی که نوشتن به نام ایشون دروغه. برای چی؟ برای اینکه شهری رو که قتل عام بکنه تبدیل به پایتخت نمیکنه. یک، تبریز در اون مقطع تاریخی اینقدر آدم نداشته. تبریز وقتی در سال 1350 ما به تبریز کوچ کردیم، 50-51، خیلی بزرگ نبود. من که یه کودک 7-8 ساله بودم میتونستم به راحتی در عرض 40-45 دقیقه از حکم‌آباد بروم به شاه‌آباد، آخر شاه‌آباد، و بین اینها باغ‌های حکم‌آباد مشهور دیگه، اصلا باغ بود، همه جا باغ بود. حتی این جایی که ما خیابان بهار رو پشت مدرسه کشاورزی، بیمارستان اسدآبادی بعدها ساخته شد. ولی
اینجاها همه باغ بود، باغهای سوزی باغلاریده و هابله بادام و سگبازهای تبریز تو اینجاها صدها هزاران سگ وجود داشت، سگهای حالا محلات و اینا که اینجا می آوردن سگبازی میکردن، دعوا میکردن، سگها رو به جون هم مینداختن و اینا. و یا بعضی لاتهای محله ها وقتی قرار دعوا میذاشتن با هم قرار دعوا میذاشتن، میرفتن آجو چای اطرافی اینا اونجا دعوا بکنن. و در دوره مشروطه خود تبریز 12 تا محله هست. تبریز به اسم اینکه تبریز یک شهر بوده یه چنین چیزی وجود نداره. تبریز البته یه بازار مرکزی داشته، این بازار مرکزی اطرافش هم یه چند تا دروازه داشته که به این بازار نزدیک بوده، ولی اینجا یه محل است و بقیه محلات هستش که مثلا خطیب هست، نمیدونم ههماور هست، جاهای مختلف، حالا مثلا چوستوزلار هست، امیرگز هست، حالا گفتن امیرخیزی الان دارن میگن، امیرگز هست، دوچی هست، اینا از هم جدا هستن. حالا اینقدر جمعیت نداشت که بیاد مثلا 20,000 نفر رو بکشه. 20,000 نفری که بعداً میخواد بر اینها مثلا فرض بکن که 40,000 نفر جمعیت داشته بیاد اینجا 20,000 نفرشو بکشه. 40,000 نفر هم نداشته قاعدتاً. تو تاریخ خیلی از این چیزها وجود داره. مثلا میگن امام رضا اومده رفته توس. من یه بار به توس رو نگاه کردم دیدم که در اون تاریخ 2500 نفر اگر داشته باشه جمعیت داشته. خب امام رضا برای چی رفته داخل 2500 نفر؟ اگر داشته باشه در 800 سال پیش، 1000 سال پیش، اگر یا 1200 سال پیش اونجا 2500 نفر بوده، خب بخشی از اینها زنن، بخشیش هم بچن. خب اونجا برای چی رفته مثلا؟ تاریخ غلطه به نظر من، با عقل نمیخونه. برهوته، چیزی نداره که بره اونجا. مثلا چه داشته؟ آب داشته. اصلا اونجا خلیفه اونجا چه کار میکرده؟ مثلا مأمون رو نمیدونم مأمون بوده چی بوده، اونجا چه کار میکرده؟ هارون در اونجا چه کار میکرده مثلا؟ نمیدونم. خب از این بگذاریم. داشتم اینو گفتم که حالا اگر اون امپراتوری صفوی رو نگاه بکنیم، سرزمین های تحت حاکمیتش رو نگاه بکنیم، میبینیم که امروزه جایی که کردستان گفته میشه یا در ترکیه امروزی وجود داره عثمانی، انسان ها سنی هستند. خود آذربایجان شرقی و غربی دارای روستاها و مردمان سنی بسیار زیادی هست، نه کم، خیلی هم کم نیستن، یعنی هستن سنی ها. یه تعداد ارمنی رو، روستاهای ارمنی رو در آذربایجان میبینیم، روستاهایی که اکثریت جمعیتش احتمالاً ارمنی بودن و ارمنستانی وجود نداشته. البته این ارمنستانی که امروز وجود داره در اون مقطع وجود داره، ولی ارمنی ها وجود داشتن ولی دینشون عوض نکردن. سنی ها مجبور به اگه قتل عام شده باشه باید اینها، بلوچ ها، لورها و بختیاری ها، نمیدونم ترکمن ها، خیلی ها، اون قسمتی که در افغانستان و چیز امروزی که در اون زمان هندوستان بود، تحت حاکمیت هندوستان بوده، هندی ها بوده و اونها هم ترک بودن، البته پادشاهان اونجا هم ترک بودن. میبینیم که اونها هم سنی هستن، بخشی از عرب ها سنی هستن. اون طرف دریا، چیزی که امروزه به خلیج فارس اینا گفتن، در حال که خلیج کنگر هستش، اون طرف این خلیج کنگر هم دوباره مثلا بحرین سنیه. یعنی این یه دروغیه که چسبوندن. مذهب رسمی اگر این بوده 230 سال حدوداً دوره صفویه حدود 230 سال طول کشیده. اصلا نباید یک نفر چیز میموند، سنی میموند، یا یک نفر یهودی یا ارمنی میموند. نگاه کنید اینا دروغایی هستش که ما دیگه نباید اینها رو جدی بگیریم.
یا زبان رسمی زبان فارسی باشه. اصلا زبان رسمی عرض کردم در چه مقطعی ممکنه باشه. دولت‌ها ده‌ها زبان درشون جاری هستش و باید هم باشه و الا نمیتونن با دنیا رفت آمد بکنن. حالا برگردیم سراغ کتاب. اینجا من میخواستم یه تاریخ تولد ازش بگیرم، ببینم که این تاریخ تولدش رو چی میگه. که اینجا گفته سال اسماعیل میرزا مشهور به شاه اسماعیل اول پسر شیخ فلان 25 رجب سال 892 قمری. اینجا گفته 892 قمری، اینجا هم گفته 892 قمری به دنیا اومده. پس اینجا درسته از نظر تاریخی. حالا این قسمت درسته. دوباره برگردیم سراغ کتاب و یه شعرهایی از چند تا شعر از این کتاب رو بخونیم ببینیم. Dilbera dil ay yüzün, dilber ol ay yüzün, dilber ol ay yüzün, خورشید تابانdır یورمنا. تابان دیور. حالا اینجا یه چیزی نوشته که نمیتونم دقیقا بخونم به خاطر این خطی که به هم خورده. معناشو میتونم بخونم اما اینجا تاباندور یه یور مثل این که هستش. باغچنın içinde akan su آب حیوانdır mana. Mescide varmak ne hacet dedim ey zahid ki mən. Mescide varmak ne hacet dedim ey zahid ki mən. Ruy ile zülfü onun küfr ile imandır mənə. Ruy ile zülfü onun, ehtimalan zülfü. Ruy ile zülfü onun küfr ile imandır mənə. Her dotaş yekiye, iman و kufr. Mən səninlə söyləşəndə gər zimistan gər bəhar. Hər nə çağ görsəm səni aləm gülüstandır mənə. Hər nə çağ, hər hangi çağ ki. çağ یعنی زمان، دوره. زمان مثلا ساعت anlamında değil اینجا. اینجا به معنی ساعت و دقیقه نیستش. چاق به یک مثلا sübh çağı, nahar çağı, akşam çağı. gün batan çağı, gün çıxan çağı. ما یک چاق به این معنی به کار میره. و فکر میکنم این چاق رفته به زبان فارسی شده چاق به معنی آدمی که یه مقدار گوشتالود هستش یا خیلی گوشتالوده. مدعیler تعنسیندن sanmaz زنز kim من dönem. احتمال اینجا sanmazeniz. müddeiler تعنسیندن sanmazeniz kim من dönem. ol peri canım içinde can canandır mənə. Ey xətayı çün sana haqdan nəzərdür hər zaman. Eşqün ilə bu həyatın باغ ریزوانdır mənə. این یه بخشی از این شعر ناقص مونده بود که دیگه ما ندیدیم. جانا غمünde همدم olan غمdır mənə. Cana غمünde همدم olan غمdır mənə. Gör kim feragunun önünde ne hemdemdir mənə. Ancak yüzünün görenler senin can degül melul. Ancak yüzünü görenler senin canu degül melul. Ancak yüzünün görenler senin can degül melul. Zülfünün kimi gönül dahi bir demdir menul. اینجا این درور احتمالا هستش. همه جا ر را دو بار نوشته. گفت مثلا اینجور جانا همین داره جانا غمünde همدم olan غم durur منا. Görkim feragunun odunda ne hamdem durur mena. Durur.
Ehtimalen dur değil, durur. Ancak yüzünün görenler senin canu. احتمالا اینجا جان و دل باید بخونیم، یک کاف داره ولی این وسط بین جان دل، اگر این رو جان و کل که نمیشه بخونیم، ولی نمیدونم. Ancak yüzünün görenler senin can و gülmelul دل باید باشه احتمال میدم. زلفünün kimi gönül dahi birdem durur mena. Dil teşne olsa devayı hicrinde gam yemez. Dil teşne olsa devayı hicrinde gam yemez. لعلünün zelali çeşmeyi zemzem durur mena. Ne için sordu hasta dil ey bi vefa seni? Ne için sordu hasta dil ey bi vefa seni? Bu çok bela ki her çe hicrünün ede kim dürer mena. Miskin hata vesl ile yüz yıl yaşar mudam. Miskin hata vesl ile 100 yıl yaşar mudam. Bu ömrü kim zamanede bir dem durar منا. حالا اینجا یه نگاهی به اسم شاه خطایی بندازیم. این خطا دو تا معنی داره، شاید هم 3 تا معنی داره. یکی به معنی عطره که از ناف آهو میگیرن، یه عطر بسیار گران قیمتی و بسیار کمیابیه که به این نام خونده میشه خطا. یکی به معنی خطا کردن. اونجا اگر اون معنی رو بگیریم یعنی شاه اسماعیل یک بوی جدید و زیبایی رو به جهان عرضه میکنه در دوره سلطنتش و دوره حالا از هر جهتی که باشه. یکی این که خطا رو به معنی خطا و اشتباه و سهو بگیریم. در اینجا شاه اسماعیل خودش رو یه آدم خطاکاری میدونه، معصوم نمیدونه و هی با تکرار این خطا به دیگران میخواد بگه که آقا من یه انسانم، میتونم خطا هم بکنم، ما فکر نکنید هر کاری که انجام میدم درسته. و سومین معنی که به نظرم میاد خطه. یکی خط نوشت و نمیدونم یکی خواند و یکی فهمید و از این حرفا. خطی که نوشته میشه این یه خطی که در تاریخ میمونه. خط به معنی خطی که روی کتاب می نویسیم یا یه خطی که گرفته میشه، حرکت درش انجام میگیره از یک زمانی به یک زمان دیگر و از یک مکانی به یک مکان دیگر. به این 4 معنی میشه خط رو گرفت. البته ممکنه که خط خال و اینا هم که هستش دیگه، اینها هم معانی دیگری هستش که میشه ازش درک کرد. خب بریم صفحه، از هر در صفحه این یک غزلش رو یا یک شعرش رو تلاش میکنم بخونم. بریم ببینیم این صفحه 6 و 7 و 8 و 9 و 10. بذارید از همین سمت راستی هم میخونیم که ببینیم چی هستش. شعر در صفحه بالایی تمام شده، صفحه پایین یعنی اینجا که صفحه 14 اینجا نوشته شده، این صفحه 14 عرضم به حضورتون که شعر شروع میشه. ای گönül وقت بهار ötti خزان olmuş durur. دوباره 2 تا ر هستش. olmuş dur 2 تا ر داره، olmuş durur انگار. ای gönül وقت بهار ötti یعنی رفت، گذشت. این رو ما خیلی در گذشته به کار می‌بردیم، متاسفانه الان دیگه خیلی به کار نمیبریم. وقت öttü جسته حتی گفته نمیشد. öttü یعنی دیگه اون فرصت و مجالی که داشت از بین رفت. öttü از گذشته فرق میکنه، گذشت جستی از اون فرق میکنه. جستی احتمالاً قابل جبران باشه ولی öttü دیگه قابل جبران نیست. مثلا فکر بکن که
یه شیر رو میخواد مثلا تبدیل بکنه به ماست، وقتش که گذشت باید از نو شروع بکنه. ای gönül وقت بهار öttü خزان olmuş durur. Su kenarında sanam serv revan olmuş durur. Ey gönül dünya yüzünde dur hicran geçti çün. Ey gönül dünya yüzünde dur hicran geçti çün. اینجوری نه، اینجوری نمیشه معنی گرفت. ای gönül dünya yüzünde دور hicran geçti çün. Olbut namehribanım mehriban olmuş durur. Şerh edenden birlü şeker برنگ اوصافی. حالا اینجا لبلرین اوصافی. اوکی. شرح edenden birlü، شرح edenden yerlü şeker لبلرین اوصافنی. بیرلو هم میتونم بخونم، yerlü هم میتونم بخونم، نمیدونم کدومشو بخونم. شرح edenden yerlü şeker لبلرinin اوصافنی. مرغ canım tuti şirin زبان olmuş durur. Gerçi düşman tanesinden çok cefa çektim ولی احتمالی جلدم، حالت جلدم داره ولی احتمال میدم این ولی که ولی رو اینجوری نوشته با یهی که رفته مثل که کشیده از چیز، جلدم هم باشه، این چیز çektim هم میتونه باشه، çektim ولی. Gerçi düşman tanesinden çok cefa çektim ولی şükrekim işim bana işim bekam دوستان olmuş durur. Düştü آنجا اینجا yüzaden düştü yüzlün düştü yüzlün gali bezmitün firdevs. حالا این فردوس صبح این چی هستش؟ سون هم میتونه باشه، صبح هم نه، فراش سون. خب حالا شد. düştü yüzlün 110 düştü 110 meali bezmitün فراش سون. ساقیا gel kim cihan باغ cinan olmuş durur. سیم و زردن şahlar doldurdu damen دوستlar. سیم و زردن şahlar doldurdu damen dostlar. Meclis şabaş için cevherfişan olmuş durur. Uğraşanda ta ki eşkünün zerre kılır dağları. Uğraşanda ta ki eşkünün zerre kılır dağları. Bu خطایی خسته ondan ناتوان olmuş durur. این شعر هم تموم شد. بریم صفحه یه چند صفحه بعد بریم ببینیم که مثل این که زیاد میرم اینجا 10 صفحه برم بهتره به جای که بریم صفحه 15. خب اینجا یه شعر از اینجا شروع میشه، از اینجا بخونیم. پرتو حسنünden ey dil bər cahan purnur olur. Binəvadır kim ki vəslündən Habibim dur olur. Ey pəri roşan mana bir kez nəzər qılsan neyler. ای پری رو احتمالا روشنه بدون نقطه هست اینجا. ای پری روشن منا bir kez نظر قلسن neyler. Müddei bu gusseden eynül yegin رنجور olur. زاهدون. حالا اینجا در این نوشته هر جا که نون آخر هست کنارش یک کاف هم گذاشته که نون دوم هستش، در نتیجه یه مقدار اینو در خواندنش مشکل پیدا میکنم. ای پری روشن منا
bir kez nazar kılsanın neyler? Müddei bu gusseden eynül yakin rencur olur. حالا اینجا یه کلمه رو خونده بودم دیگه نمیتونم. زاهدünün دوباره این کاف داره. زاهدünün جورندن ار ویران olursa mülk mal غم و احتمالاً غم دل مثلا این باید بخونیم، ولی د که و لام و مثل یا نوشته şöyle این وسط، احتمالاً دنلی غم dili gerek başı cana çu veslününden neye ma'mur olur. Hüsnü dövründe bakıp hiç iltifat etmez mana. Kim görüpdür musimi gül bağıban sağdur olur. Sağdur olur. تشنه دلدر بو خطایی جان و پربد و در لعلنا. حالا اینجا چی شد؟ تشنه دلدر بو خطایی جان و پروری در لعلنا. احتمالا دارم این برورید olmaz، این یه چیز دیگری باید باشه، نمیتونم بخونم. Neşekim le'alünün aseldür dil nigar zenbur olur. دل آنا. این کاف ها اضافی فکر میکنم. این بعضی از کاف ها نون رو دو تا نون میشه، یه مقدار سخت میکنه، خواندن کلمات رو برام خیلی چیز میکنه. بریم صفحه 20، حالا یعنی 10 صفحه کتابی بریم جلوتر ببینیم که چی پیش میاد. Göngül ta kim غمینle آشنادür gönül تا که غمینle. دوباره اینجا هم اونجا گönül یک کاف اضافی داره، هم اینجا gönül. غمینle دوباره یک کاف اضافه داره که همون نون ها هستن. gönül تا غمینle آشنادür قرار و صبرden mütlak judadır. Güngül pende almadı sudi yüzünü sevdi yüzünü. Güngül pende almadı sevdi yüzünü. Ana budur bu derd mihnetler cezadır. Gel ey hamdem hazar kıl eşke düşme. Gel ey hamdem hazar kıl eşke düşme. Beladır خوبları sevmek beladır. Nola aşıkları öldürsenin ey dost. Nola aşıkları öldürsen ey dost. Lebin bir busesi 100 خونبهاdır. Gönül bir pare, gönül bir yare vermiştir hatayı. Gönül bir yare vermiştir hatayı. İşinde salatinler gedadır. İşiginde ihtimalen باشه. İşinde salatinler gedadır. این شعر تموم شد. شعر بعدی انگار که خیلی بلنده. بذار یه شعر بلند بخونیم ازش ببینیم. حالا اینجا یه کلمه ای نوشتی که یه ای هست که دوباره روی اون یه شننگ هستش، نمیدونم işkin ey yeri can menzilidir. احتمالا اشکیننگ
اینجوری با کاف نوشته ولی عشق نمیشه. این به هر حال کسی که این رو مینوشته قطعا میدونسته، ولی من احتمالا این کلمه رو نمیتونم بخونم، یعنی به خاطر ضعف زبان ترکی هستش که من زبان ترکی من هستش که نمیتونم. ایشونینگ ای پری جان منزلدür bu لبنون احتمال البته دو تا bu بلبل هم میشه بلبلونun گلستان منزلیدür. حالا اینجا با کلمات مواجهیم که این کافا خیلی چیز میکنه. ایشنین ای پری جان منزلیدür bu bülbülünün gülistan منزلیدür. Ayağın bastığı سرای پریرو ayağın bastığı سرای پریرو نقطه رو دیگه نمیخورم. Bu mur için Süleyman منزلیدür. Saçının zulmetinde teşne Hızram احتمالا. Saçının zulmetinde teşne Hızram dudağının آب heyvan منزلیدür. Batıp dur قامتün çeşm o gün önünde. Batıp dur قامتün çeşmim önünde. Ne hoş serve haraman منزلیدür. Götürme ağ yüzünden gare zülfün. Götürme ağ yüzünden gare zülfün ki akrab mah taban منزلیدür. Murad için gelipdür dil kapına. Murad için gelipdür dil kapınga. İnayet kıl ki ihsan منزلیدür. خطایی احتمال میدم که خطایی تلاش کرده که بر سبک اشعاری که در افغانستان جاری بوده، ترکای افغانستان در دوره قبل از ایشون در اونجا جاری بوده و جغاتای به ترکی جغاتای بنویسه، برای همین از این استفاده میکنه که برای من یه مقدار ناآشناست. خطایی گönglüne yar mehriban geldi. خطایی گönglüne یار مهربان گلدی امارت کل که سلطان منزلیدür. اینجا تموم شد، شعر ادامه نداره. فکر کردم صفحه بعدی هم ادامه اینه که نبوده. بریم صفحه 25 پی دی اف ببینیم که یعنی 10 صفحه بریم جلوتر ببینیم که اینجا چه شعری رو میتونیم بخونیم. Gökteki mahünün legasi dost دیدارنده‌دür. gökteki، حالا میگم این به نظرم میاد، البته من در زبان ترکی به خصوص در لهجه های مختلف زبان ترکی هیچ تخصصی ندارم، تلاش میکنم یه چیزایی یاد بگیرم و شاگرد زبان ترکی نمیتونه به اساتید زبان ترکی بگه که یه چیزی درسته غلطه. gökteki mahün ligasi dost دیدارنده‌دür. آفتابın nuri ol خورشید رخسارنده‌دür. Vasl umidine gezer miskin gönül olmaz melal. Vasl umidine gezer miskin gönül olmaz melal. Yoksa çok hicran belası cism peymanın بیمارنده‌دür. Yoksa çok hicran belası cism بیمارنده‌دür. Ahu tek aşıkların gönlün nečün seydetmişsin. Ahu tek aşıklarının gönlün nečün seydetmişsin. Ol kadar kiprik oxi kim çeşmi xunxarındadır. O kadar kiprik oxi kim çeşmi xunxarındadır. عاقبت طوفان گپار سرگون جهانی غرق در. عاقبت طوفان گپار
سرجون جهانی غرق در. سپرجون اینجا گپار، سپرجون جهانی غرق در. سیل باران کیم با عاشق چشم خون بارنده‌در. بو خطایی شعری نه منکر ندن سن زاهدا. آتش عشقنون نشانی ادلو گفتارنده‌در. یه شعر کوتاه دیگری هم از همین صفحه. ol giden yarım midir ya ihtiyarımdır gedir. و خیلی زیباست. ol giden yarım midir ya ihtiyarımdır gedir. ol giden yarım midir ya ihtiyarımdır gedir. Bilmezem canım midir ya sevgi yarımdır gedir. Bilmezem canım midir ya sevgi yarımdır gedir. Tende canım kalmadı anınla olmuştur revan. Tende canım kalmadı anınla olmuştur revan. Ol benim ruhu revanım ya nigarımdır gedir. Canım andan ayrı tende seyridem almaz benim. Canım andan ayrı tende bir dem olmaz benim. Gam beni eyler helaç, ol gamgusarımdır gedir. Kalmadı hiç karbari bu hatayı xəstənin. Anın ile karbarım herçe darımdır gedir. خیلی زیبا بود، خیلی زیبا. یه 5 صفحه دیگه بریم، یعنی 10 صفحه دیگه بریم جلوتر ببینیم که چه شعری. صفحه 30 جالبه که من فکر می‌کردم اشعار وقتی در آخر صفحه تمام میشه دیگه براش جا نیستش که بیت آخر که معمولا نام خودش هم هست اونجا رو زیر هم بنویسه، در یک کادر براش بکنه. برای همین میبینم هر صفحه با این شعرش تموم میشه، یعنی با اسم خودش تموم میشه شعر، بعد با یک شعر جدید، با غزل جدید. سرخوش جام الستم تا ابد هوشیار امیز. سرخوش جام الستم تا ابد هوشیار امیز. شل sebepten bidil oldum dilber dildarımız. Hakkına aşıklar olan şiirin canına kalmasın. Hakkına aşıklar olan şiirin canına kalmasın. Didare müştak olanlar kıblesi didarımız. Her gamuştan şeker olmaz. Her tikandan taze gül. Her gamuştan şeker olmaz, her tikandan taze gül. Her gülgünün gübeginden, her güglünün göbeğinden nafe tatar imez. این چی هست؟ گیگون نمیدونم، گیلگون چی هستش؟ این یه نون باید بخونیم، چی بخونیم اینا رو؟ آدمی اولدور ki onda hüsn-i خلق و لطف ola. آدمی اولدور ki onda hüsn-i خلق و لطف ola. آدمی demek nigara cübbe و دستارimiz. Daima ister xətayı şəh cəmalın görməyə. Şul gədai âli himmət talib دیدارimiz. حالا دیگه واقعا رسیدیم به شعر غزل بلند. ای دو داغون شهد و شکر در سیه خالون مگس. ای دو داغون
شهد و شکر در سیاه خال ببخشید ای دو داغون شهد و شکر در سیاه خالون مگس. احتمالا کیمی باشه، این نمیدونم، مگس نمیتونه باشه، این کیمی. ای دو داغون شهد و شکر در سیاه خالون کیمی. بله باید اینجوری باشه. olmuşsun eşkünden ayrı tende canım bir nefes. Olmuşsun eşkünden ayrı tende canım bir nefes. Ey peri her dem nigahban kapına hacet değil. Ey peri her dem nigahban kapına hacet değil. Kim seter göyden, kim seter ya seter köyünde her şeb nale zarım abes ya apes asas. Ey peri her dem nigahban kapına hacet değil. Kim seter köyünde her şeb nale zarım asas. Neylerem eşkünden abru dünyanın lezzatini. Neylerem eşkinden ayrı dünyanın lezzatini. Hak bilir kim ta ebed gönlümde vardır bu heves. Hak bilir kim ta ebed gönlümde vardır bu heves. Ta ebed ben talibem ol vaslına irmeginle. Kim huzuri için غم مهرün mənim canımda bəs. Kim huzuri üçün غم مهرün mənim canımda bəs. Yarı gördüm bugün xəndan oturmuş. Yanağı taze gül reyhan oturmuş. Yanağı taze gülü reyhan oturmuş. Yüzüne karşı ğunça geldi küçün. Yüzüne karşı ğunça geldi küçün. Seher ağzına çalmış kan oturmuş. Seninle sib zanaxtanından ey dost. Senin سیب زنخدانوندن ای دوست نه حدم var diyem dendان oturmuş. Qaşı kiprigin na zülfün gerasi. İki zengi durur derban oturmuş. Senin leyli cemalın görmek için. Senin leyli cemalın görmek için yol üste mecnun heyran oturmuş. Xətaiyə nəzər qıl lütfün ilə. Xətaiyə nəzər qıl lütfün ilə qapında sübh şam giryan oturmuş. خیلی زیبا، خیلی زیبا. بریم صفحه 35 ببینیم که ey vücudum eşkiniz yolunda bulmuştur helak. Ey vücudum eşkiniz yolunda bulmuştur helak. Ayağın tozunda ayrı oldu canım derdnak. Ayağın tozunda ayrı oldu canım derdnak. Ta ola hər dəm mənim baş üstə qayım dövlətim. Ta ola hər dəm mənim baş üstə qayım dövlətim. Astanında yatır mən daima bər ruy xak. Hər neçə cəhd etdim aləm damənna yetmədi əlim. Hər neçə cəhd etdim əlim damenina yetmedi pay busun hasretinden eyledim yaxmini çak ya xamni çak
خالص oldum ta ki kan başı yaşı aktım dideden. Akıttım elbette. Halis oldum ta ki kan yaşı akıttım dideden. Yümnice kan ile olur mi merdum yüzü pak. Yümnice yümn خوشیمنی هستش در زبان فارسی هم به کار میره. یمنی یعنی به خاطر حالا نیت خوب و اینها. یمنی جگانیله olur mi merdumi yüz pak, yüzü pak, merdum yüzü pak. Bir perini sevdi kim, miskin hatayı gönlü kim. Bir perini sevdiğim, miskin hatayı gönlü kim. Eşkine mefdun olupdur az semek ta ber semak. Olupdur ز سمک تا بر سماک. این سمک چی هست تا بر سماک؟ اینو نگه معنیش اصلا نفهمیدم. بریم صفحه 40 پی دی اف. Bendiye hakkıdır ölüm, sen padişahı görmüşəm. Bendiye hakkıdır ölüm, sen padişahı görmüşəm. Dembedem ol kudret sun-i ilahi görmüşəm. Ol ser-i kuyinde gezmekten ne hasildir mana. Sen bote şuxenge keramatın kemahi görmüşəm. Sen buti شوخونون ببخشید حالا اینجا فارسی زدم به فارسی. Sen buti şuxunun keramatın kemahi görmüşəm. Kemahiye. Meskenim yoktur eğer min secde kılsam her yere. Meskenim yoktur eğer min secde kılsam her yere. Qaşlarının tağında ruhun qibləgahın görmüşəm. Qaşlarının tağında ruhunun qibləgahın görmüşəm. Gönlümə 100.000 xiyalət müşəvvəş yüz verir. Gönlümə 100.000 xiyalat-ı müşəvvəş yüz verir. Ol buti aram cani gahi görmüşəm. Möcüzatım aşkar olmazdı alem xalqinə. Möcüzatım aşkar olmazdı alem xalqinə. Gerçi herçi حالا اینجا هر چیزی سپهر و جهل خوابنده شاهی görmüşəm. این سپر که نمیشه سپر bir احتمال هر جزه بیرو جهل و هر جزه پیر و نمیدونم این چجوری بخونیم. هر جزه سیر و جهل خوابمده شاهی görmüşəm. Bu xətayıdır məni divanəlik əfkar eylər. Bu xətayıdır məni divanəlik əfkar eylər. Hər zaman ol dilbəri cism siyahi görmüşəm. بریم صفحه 45 پی دی اف. Sensen cihan içinde bugün şahsevar hüsn. Sensen cihan içinde bugün şahsevar hüsn. Doğru kemerde oldu sana aşkar hüsn. Noksan erişmesin sana bir zerre ey güneş. Noksan erişmesin sana bir zerre ey güneş.
یا رب görüm همیشه seni برقرار حسن. یوسف اگرچه زینت حسن ile şah idi، Yusuf اگرچه زینت حسن ile şah idi، ol getdimsə qaldı sana yadigar hüsn. Ol getdimsə qaldı sana yadigar hüsn. Sərf eylədi yolunda qəmu ixtiyarımı. Sərf eylədi yolunda qəmu ixtiyarımı. Ne üçün əlimdə qoymadı heç ixtiyar hüsn. Mat eylədi xətayı məqalat bülbülü. Mat eylədi xətayı məqalat bülbülü. Fəryad edəndə bir tərəf murğuzar hüsn. اینجا شعر تموم شد. یه غزل دیگر. Ulu laf eyleyen meydana gelsin. Ulu büyük, buzurg, خیلی buzurg. مثلا ulu tanrı yani خدا دیگه، خدای بزرگ. Ulu laf eyleyen meydana gelsin. Mehnet gelmesin یا مخنت gelmesin مردانه gelsin. احتمالا مخنت باشه یا مخنت باشه. Ulu laf eyleyen meydana gelsin. Gelsin. Muhnet gelmesin merdane gelsin. Erenler meclisi hak meclisidir. O kandan hürünüp bu kâne gelsin. O kandan sürünüp bu kâne gelsin. Kan معدن کان. او کاندان سرونوب، البته غار هم هست به معنی کان، به معنی غار هم گفته میشه. او کاندان سرونوب bu kâne gelsin. Dıralıktan küduretli erilsin. Darılık, ürək darıxar ha, darı o. Dıralıktan küdurətli ərilsün. پاک بشه از کدورت و از این دلتنگی. دلتنگی یعنی یک نوع ناراحتی. darıxmaq aslında دلتنگی ناراحتیه. Darılıktan küdurətli erilsün. Erilsün yani pak بشه. Sorulsun lüğati lanet o şeytana gelsin. Sürülsün lanet o şeytana gelsin. Gene karının günahından geçerler. Günahkarının günahından geçerler. نگاه کن اون خطایی رو بی خودی نگفتم اون معنی رو. Günahkarının günahından geçerler. Yüzüstü sürülüp divane gelsin. Rivayettir hadis Mustafa'dan min il olup yatanlar cana gelsin. Xatayı xastedir çan سخاوت. Xatayı xastedir çan سخاوت xəbərdir dərdlülər dermana gelsin. Xəbərdir دردلولر درمانه gelsin. خیلی اشعار بسیار پرمعنی رو شاهد هستیم. بریم صفحه 50. یک شعر هم از صفحه 50 بخونیم، یک دو تا شعر. چشمیم قاتنده غمزelerin can dilerine. حالا اینجا یه مقدار خوندنش سخت شد، یعنی مثل شعرهای قبلی آهنگدار نیست به نظرم، سنگینه، باید اینجا رو آروم رفت. چشمیم قاتنده غمزelerin can dilerine. Cəlladi görgəh tökmək üçün, cəlladi görnə tökmək üçün can dilərinə.
ister raqib vasf دهانının خیالini, ister raqib vasf دهانının xəyalini, ol diyu gör ki mülk-i Süleyman dilərinə. İster gönül ki nuş edə ləlinin zulalini, ol xizri gör ki çeşme heyvan dilərinə. Dilərinə, arzusuna. Zülfünün yüzünün kenarını tutmuştur مگر. بعضی جاها tutmuş durur، انگار دو تا ر میذاره، انگار که نه دو تا ر نوشته، اما نمیدونم که در خوندن هم دو تا خونده میشه یا نه. زلفون، این برای اینکه به یک تخصصی آدم برسه، به یه حدی، نه تخصص، به یه حدی برسه که بتونه اشعار رو درست بخونه، باید این کتاب رو یکی دو بار از اول تا آخر بخونه، با کلمات، با مفاهیم، با نوع گفتار اون زمان، با ادبیات و لهجه‌ای که نوشته شده آشنا بشه، با کل مفاهیم این انسان شریف الله رحمتش بکنه آشنا بشه، تا بیاد بتونه همانند سازی بکنه در ذهنش معانی که اون نوشته و اون معانی که من بتونم با اون بسازم. ister gönül ki nuş edele elinin zulalini, ol xizri ki gör, ol xizri gör ki çeşmeyi heyvan dilerine. Zülfünün yüzünün kenarını tutmuştur meger, kafirdir ol ki gâret iman dilerine. Miskin xətayı qapına gəldi inayet et. Miskin xətayı qapına gəldi inayet et. Vəslünün cedası vaye ihsan dilerine. اینجا تموم شد بیت. یه شعر بعدیش هم بخونیم. خیالının miskinidir can içinde. Xiyalın miskinidir can içinde. Yine Yusuf midir zindan içinde. Gözüm içinde ol eski cemalün. Gözüm için ol aksi cemalün. Güher nestebludur umman içinde. جوهر نسبلودور. اینجا ت خونده نمیشه، به نظرم نسبلو بهتره تا نستبلو باشه. نستبلو نمیدونم چی، الا اینکه جوهر با این به چسب یه کلمه جدیدی تشکیل بده که من نمیدونم جوهرنسلو بولو یعنی چی، نمیدونم. جوهر نسبلودور umman içinde. Yüzünün sahnesinde ol şeker dudağın. Yüzün sahnesinde o şeker dudağın, گلستاندür گل خندان içinde. من حالا دیگه اون نونهای دوم و سوم رو نمیخونم. از این به بعد دارم به این طرف میرم که اون که و که دوم و نون آخر اینا رو نخونم، به ترکیه امروز نزدیکتره. رقیبی گلن گاپونده، رقیبی gav gilen kapında neyler? Rakibi gav gilen kapında neyler? Bu kafir cennet-i rizvan içinde. Hatayı görmemiştir qametün tek. Xaraman serv bir bostan içinde. Benim sultan-ı alem can içinde. Menem sultan-ı alem can içinde. Yerim vardır gemu canan içinde. Oxullar ismimi bahriyle bir de. Irak durum vehmi durumu ve şiran içinde. Oxullar ismimi bahriyle bir de. Irak durum. Irak رو مثل عراق نوشته. Irak durum وهم شیران içinde. احتمالا اینجوری هم بشه خوند. Irak durum و هم شیران içinde.
Gelin canlar meni bilin ganimet. Gelin canlar meni bilin ganimet. Benim tek kelme-i doğran içinde. Benim tek gelmeye doğran içinde. Gel talib mena canın feda kıl. Gel talib mena canın feda kıl ki geçmişti günün hicran içinde. Bu yolda küfrü iman doludur. Bu yolda küfrü iman doludur. Yakin bil küfrü var iman içinde. Hakikattir, şeriattir, tarikat, gezin marifetler can için. Gizin marifetler ihtimالاً gizli باشه یا گزین نیستش البته میتونه باشه رزه. گزین معرفتler جان içinde. ادامه شعر در صفحه بعدی هستش، برای همین برم صفحه بعدی. Bugün tükan eşk aldı alüm. Bugün tükan eşk aldım alüm. Gelip top çalaram meydan içinde. Gelip top ihtimalen باشه. Top çalaram meydan içinde. Hatayiyim bugün Şah Heydaroğlu. Hatayiyim bugün Şah Heydaroğlu. Göreyim mehriyle sindan içinde. بریم صفحه 55 یه شعر هم از اینجا بخونیم. از همین جا آغاز می‌کنیم. Günahım çox Xuday üçün bağışla. Günahım çox Xuday üçün bağışla. Muhammed Mustafa üçün bağışla. Bilirdim haddən aşıbdır günahım. Ali el-Murteza üçün bağışla. Həsəndir padişahı hər du aləm. Hüseyin Kərbəla üçün bağışla. İmam-ı Zeynel-Abidin Baqir و Cəfər Kazım Musa Rıza üçün bağışla. Muhammed Təqidir məqsud و məzhər Ali Muqtada üçün bağışla. Həsən Əsgəri əhl-i ətadır Muhammed Muqtada üçün bağışla. Xətayim ənəl-haqq çağırırım. Xətayim ənəl-haqq çağırırım. Günahım çox əta üçün bağışla. شل مبارک ذاتنا ایشم سنادر یا علی. احتمالا اینجا یا علی نوشته، یکی بعدن نوشته، اون احتمالا هم نوشته باشه سطر ناقصه، ولی خب به هر حال اونجا با یه قلم دیگری یا علی دیده میشه، با یه رنگ دیگری، با یه قلم دیگری که ربطی به این قلم اصلی که با رنگ آبی هست و با خط خاصی، با این کلمه ای که هم کم رنگ نوشته شده، هم با رنگ سیاه نوشته، هم با خط دیگری که متمایز از این خط هستش نوشته شده، اینجوری نوشته شل مبارک ذاتنا ایشم سنادر. احتمالا باید بگیم یا علی. آسلیق بیمار نه آدون شفادر. احتمالا باید بگیم یا علی. ننوشته اینجاها دیگه، بقیه رو ننوشته، فقط اونجا یه جایی نوشته، احتمالا دیگه بقیه رو. اینجا نشون میده که خود این بنده خدا شاه اسماعیل صفوی نیومده یا علی رو بنویسه، ولی کسایی که بعدن این رو آمدن نوشتن دیگه، گفتن آقا اون گذاشته جا، ما براش بنویسیم. شل مبارک آدن شفادر. حالا اینو به حضرت محمد هم میشه گفت، اصلا به خدا میشه گفت، و اگر از خدا بگذاریم به حضرت محمد میشه گفت. چرا باید مثلا یا محمد چرا نگیم؟ شل مبارک ذاتنا ایشم سنادر یا محمد. آسلق بیمار نه آدون شفادر یا محمد. حالا مثلا بگیم اینجا یکی دیگه شل مبارک ذاتنا ایشم سنادر یا الهی. آسلق بیمار نه آدون شفادر یا الهی.
نگاه کنید میشه. حالا یه آدمی که میخواد شیعه رو یه جوری غلو در شیعه غالی رو بچسبونه به حضرت شاه اسماعیل صفوی، اومده اینجا با قلم دیگری، ولی خب به هر حال کار خوبی کرده که گفت آقا من اضافه میکنم، اون شاه نگفته. شل مبارک ذاتنا ایشیم سنادر، آسیلخ بیمار نه آدون شفادر، ایاهون toprağının قدرین به bilsin هر کسی، کن فکانه اول toprağa کمتر بهادر. نگاه کن رب به الله، شعر علی ربطی به علی نداره، ربط چی؟ ایاغون toprağının قدرین به bilsin هر کسی، کن فکانه اول toprağa کمتر بهادر. ol meganum kim felek yetmez sıfufe na'line, ol megamun kim felek yetmez sıfufe na'line, ayağın altında ol bir hak padur. Kaldı sedrül münteha, geçtün felekten ta zemin. Qaldı sədrül münteha, geçdün fələkdən ta zəmin, kim yetər bu qədrə haqqı müntehadır. Ey günəş yüzlü, səni hər kimsə kim haqq bilmədi. Ey günəş yüzlü, səni hər kimsə kim haqq bilmədi, danlə məhşərdə onun yüzü qəradır. دانله اینجا میشه دانلاماق، سرزنش کردن. دانله محشرده، در روز محشر اون رو سرزنشش بکن. آنون yüzü گرادی. یا اینکه دانله آنله هم میتونیم باشه، مثلا میتونیم بگیم که آنله چون senin hoşluğuna sane yarattı alemi، چون senin hoşluğuna sane yarattı alemi، ayağın toprağına canım bahadır. Her münafık ki sana gönlünde inkar eyledi, ta ebed yanmak cehennemde revadır. Durur. Ta ebed yanmak cehennemde revadır. dur. این دور رو دوباره نمیشه، روا دور. هم senin tarifin etti hem Ali'nin o ilah، هم senin tarifin etti hem Ali'nin آن اله. حالا اینجا دیگه محمد شد. نیشه kimsen Mustafa ol مرتضاdır. اینجا نیشه نمیشه، نمیدونم این نیشه یعنی چی میشه. نیسه احتمالا بهتر باشه، اون ش نقطه خونده نشه میشه نیسه kimsen Mustafa ol مرتضاdır. نیسه کی sen Mustafa o مرتضاdır. حالا این نیسه خوبه تا نیشه. معجزاتون قاتیده معجزاتın قاتیده موسا مثال موریچه یا موریچه البته. معجزاتın قاتنده موسا مثال مورچه. موسا مثل یه مورچه هست در مقابل معجزات موسا در مقابل معجزات مثل یه مورچه هست. معجزاتın قاتیده موسا مثال مورچه، گرچه فرعون اساسی اژدهادور، اما چه عصای موسا در مقابل فرعونیان اژدها دیده میشه. میگه با این همه میگه مورچه است در مقابل حضرت محمد. بو خطایی خسته گل شفاعت رو حشر. بو خطایی خسته گل شفاعت رو
حشر، شفاعت رور حشر. رور یعنی چی؟ اینجا نمیدونم. Bu xətayı xəstə qıl şəfaət ruh həşr çünki əslində səninlə aşinadır. این شعر هم تموم شد. بریم صفحه 60 و یه شعر از اینجا بخونیم. ای cemalında sen Allah nurun məzhəri. Ey cemalında senin Allah nurun مظهری. البته حتی یه جور دیگه میشه بود ای جمالونده senin Allah nurunun مظهری. حالا اینجا üşte Beytullah qaşın mihrab o qəddün mənbəri. üşte Beytullah qaşın mihrab o qəddün mənbəri. Sən nə üçün sün-i xudasən ey mələk surətli yar. Sən nə üçün sün-i xudasən ey mələk surətli yar. Yüzünü görcək oxur uşaq Allahu Əkbəri. Yüzünü görcək oxur uşaq Allahu Əkbəri. Çin cərisi sanəsən. Çin cərisi sanəsən kim döndü Rum iqlimi. Çin cərisi sanəsən sanmaq. Kim döndü Rum iqlimini. Ta yüzünün gərdinə düşdü zulfi mişkin ənbəri. Ta yüzünün girdinə düşdü zülfi mişkin ənbəri. Ta yarətləri ta yaratdı seyr eylə gökləri haqqı subhanə. Görmədi heç kim sənin tək dilbər məhpeykəri. روز شب ay و günəş gird fələkni dövr edər. روز شب ay و günəş gird fələkni dövr edər. Şəb çıraq olmuş durur istərsən but nikəxtəri. Şəb çıraq olmuş durur istərsən but nikəxtəri. Qamətin pəst eylədi sərv-i çəmənlə ey pəri. Qamətin pəst eylədi sərv-i çəməndə ey pəri. Arzun qıldı xəcil bağlarda verd əhməri. Vırd gül, əhmər qırmızı. Dünyada hər kim qılır bir padişahın xidmətin. Dünyada hər kim qılır bir padişahın xidmətin. Bu xətayı xəstədir sidqi ilə şahın çakəri. بریم صفحه 65. اینجا شعر از اینجا شروع میشه، از اینجا باید بخونیم. احتمالا این کلمه رو اولش که نوشته شده نمیتونم کاملا بخونم، احتمالا باید اینجوری بخونم. محبتün sanma can içinde bir yer tuttu. Muhabbetin sanma can içinde yer tuttu. Derun sine suzan içinde yer tuttu. Bu gönlüm aynesi ahilen tutulmuş iken,
Bu gönlüm aynesi ah ile tutulmuş iken, çırağ şemع şebistan içinde yer tuttu. Erişti məqsəd و məqsud ilə muradə bugün, geda ki Həzrət Sultan içində yer tuttu. Yüzün kitabı ki heft ayetün beyanıdır. Yüzün kitabı ki heft ayetün beyanıdır. Miyan suret Rahman içinde yer tuttu. Dəmidə şul xətt miskin و zülf و ruhsarın ne fitnedir ki bu dövrün içinde yer tuttu. صفات گلشن ناز صفات گلشن ناز نعیم خلد و برین صفات گلشن ناز نعیم خلد و برین زبان bülbül خوشخوان içinde yer tuttu. Tilism-i azami ağzun beyanı kılmak için Tilism-i azami ağzun beyanı kılmak için Negin mühr Süleyman içinde yer tuttu. Negin mühr Süleyman içinde yer tuttu. Yazıldı aleme yarın hikayeti mevzun. Yazıldı aleme yarın hikayeti mevzun. Beyaz defter و divan içinde yer tuttu. Hatayı sözleri gönül içinde gizli iken. Hatayı sözleri gönül içinde gizli iken Irak, Mısır, Khurasan içinde yer tuttu. و بریم صفحه آخر رو بخونیم و تمام بکنیم با این کتاب زیبا. اینجا دیگه شعرها بلند نیست، شعرها کوتاهه و احتمالاً ادامه داشته که پاره شده. قدیم olsun budur کاهنگ الهی قدیم olsun budur naheng ilahi içinde daim olsun padişahi gelip budur bu dergaha gelip bu der ihtimalen باید اونجا رو هم اینجوری بخونیم قدیم olsun bu dergahın ilahi اینجوری باید بخونیم قدیم olsun bu dergahın ilahi içinde daim olsun padişahi gelip bu dergaha yüz süryenin gelip bu dergaha yüz süryenin gider gönül yası kalmaz günahı gider gönül yası یاس اینجا به دو معنی گرفته میشه بیشتر به معنی گناه هست ولی به معنی یاس اگر یکی بمیره شما عزادار میشید اون یاسه عزا گرفتن گریه کردن و اینا اون عزاداری که برای عزیزی از دست داده ای دارید اون حالت یاسه گدر گönül یاسی قالماز günahı اونجا یاس بیشتر گناهه برای گناه از بین میره میگه تو آن گلی که خراب تو گلزارانند احتمالی فارسیه تو آن گلی که خراب تو گلزارانند اسیر خم کمند تو شهسوارانند. حالا یک دو بیت شعر فارسی گفته میگن شاه اسماعیل صفوی دربارش چیز بوده فارسی بوده تو آن گلی که خراب تو گلزارانند اسیر خم کمند تو شهسوارانند ببند دانه و دامت چو من هزارانند ببند دانه و دامت چو من هزارانند غلام نرگس مست تو تاجدارانند خراب باده لعل تو هوشیارانند تولی کرشمه و نازگداز عذر نیاز. حالا فارسی باید باشید تویی کرشمه و
ناز و گداز عذر و نیاز. کنون که صاحب حسنی به حسن خویش نباز. تو را رقیب و مرا شد سرشک محرم راز. تو را رقیب و مرا شد سرشک محرم راز. تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز. وگرنه عاشق رازدارانند معشوق. وگرنه عاشق رازدارانند معشوق. چه آفتاب رخت نور نیست در خاور. چه آفتاب رخت نور نیست در خاور. نهاده پیش قدت سروری از سر. حالا اینجا یک کلمه هستش که پاکم شده. ظاهراً یک کسی با یه مدادی متفاوتی اینو پاک کرده و دوباره یه نقطه بزرگتری گذاشته که احتمالا ندیده دیده چو روی تو پری پیکر. احتمالا عزیزم بشه خوند. عزیزه دیده چو روی تو ای پری پیکر. به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر. اینجا دوباره اون دوتا رو هم یکی پاک کرده، از نو نوشته. اینجا جاهایی که تو این کتاب کلمه ها رو پاک کردن و نوشتن دیده میشه. میگن در چیز بالا، در سطر بالا که اولین بیت دوم بیت فارسی بود، تو را رقیب و مرا شد سرشک محرم راز. این مرا شد سرشک رو پاک کردن نوشتن مرا شد سرشک. احتمالا یه چیز دیگه ای بوده. در بالا اون خراب رو احتمالا پاک کردن. در اون اولی هم تو آن گلی که خراب تو گلزارانند، احتمالا اینجا هم یه چیزی پاک کردن. احتمالش زیاد. در اون بعدی ها احتمالش که خیلی بالاست. تو را رقیب و مرا شد سرشک محرم راز. این مرا شد سرشک اینجا رو پاک کردن، قطعا پاک شده و از نو نوشته شده با یه قلم، با همون قلم قبلی، با همون رنگ و با همون قلم و با همون خط قبلی نوشته شده. اینو احتمالا خود اون آدمی که رونویسی میکرده، نسخه برداری میکرده نوشته. ولی این پایینی رو که اینجا داریم میبینیم، از ندیده دیده تو روی تو ای پری پیکر. این ندیده یکی با مداد سیاه خط زده و اینجا به زیر زلف دوتا. این دوتا هم دوباره به نظر میاد که پاک شده، ولی با همون قلم، با همون رنگ، با همون خط نوشته شده. اینجا خیلی دستکاری نشده، ولی اینجا هم دستکاری نشده. در اصل اون نقطه‌ای که گذاشتن خیلی بزرگش کردن با همون آبیه احتمالا یا با مداد مشکی احتمالا، ولی خیلی دستکاری نشده. اینجا سیاه‌خال و خطت می کنند غارت دین. نشسته ابرو و چشمت. این چشمت هم احتمالاً دستکاری شده باشه، ولی خود همین نویسنده اصلی این کارو کرده. ز گوش ها به کمین کشیده رخت خطا تا هر دم لشکر چین. کشیده رخت خطا تا بردم لشکر چین. گذار کن چو صبا در بنفشه زار ببین. که از تطاول زلفت چه سوگوارانند. اینجا یه جایی مثل آتیش افتاده، یا حالا آدم سیگار میکشیده چی افتاده اینجا. رسید موسم گل عیش کامرانی کن.
رسید موسم گل عیش کامرانی کن. گذشت عمر دلا یک دمی جوانی کن. خلاف زاهد مکار تا توانی کن. حالا چی شد اینجا؟ خلاف زاهد مکار تا توانی کن. دلا به میکده رو چهره ارغوانی کن. مرد به صومعه کانجا سیاه کارانند. حالا دیگه بقیه کتاب متاسفانه پاره شده و خب ما متوجه شدیم که این کتاب تاریخی نداره. این کتاب معلوم نیست در چه تاریخی نوشته شده، نسخه برداری شده. ولی اینجا یه چیزی نوشته بود که ما دیدیم، نوشته بود که در قرن خود اول اون آقای کشاورز، عبدالله کشاورز، که این کتاب رو بررسی کرده بود، خریده بود، احتمالا بررسی کرده بود و براش چیز زده بود، در اول کتاب یه تاریخ نوشته بود. گفته بود که در اینجا گفته بود که این کتاب در قرن 11 نوشته شده، یعنی 2 قرن بعد از خود شاه اسماعیل صفوی این کتاب نوشته شده، یا 1.5 قرن حداقل دیگه بعد از شاه اسماعیل صفوی این کتاب نوشته شده. ولی شاه اسماعیل صفوی خیلی قبلتر این کتاب رو، این اشعار رو نوشته و جمع کرده احتمالا. این شماره 887 که اینجا میبینیم و حرف قمری رو اینجا گذاشتیم که در این تاریخ نوشته شده، این درست نیست، این قطعا غلطه، برای اینکه شماره کتابخونه ثبت در کتابخانه هست نه تاریخ. با یک کتاب ادبی بسیار سنگین ترکی آشنا شدیم که لهجه‌ای که در اینجا برای نوشتن اشعار شاه اسماعیل صفوی استفاده شده بیشتر به چغاتای نزدیکه تا به ترکی که ما الان در آذربایجان داریم. به این البته من که کاملا میفهمم، یعنی خب اون نونها و کافها و بعضی چیزا که اضافیه، اینها رو اگه به طور ضمنی حذفش بکنم، در ذهنم نخونم، ببینم اما نخونم عمدن، خب به ترکی امروزی خیلی تنه میزنه. کتاب بسیار زیبا با اشعار بسیار جالب. این قبلا 2 نسخه دیگر هم ازش خونده بودیم، فکر میکنم که متفاوت بوده یا شاید هم عین هم بودن. حالا باید یه روزی آدم بشینه این 3 تا نسخه‌ای که تا اینجا خوندیم رو با هم بذاره تو یه صفحه باز بکنه، یه شعر رو باز بکنه و اون شعر رو بخونه و این رو مقایسه بکنه، ببینه که چقدر هم دست بردن و اینها. چیزی که در اینجا متوجه شدیم که این کتاب کاملا ترکیه، آخرش یه اشعار فارسی است که نمیدونیم این رو چی کسی اضافه کرده، آیا خود شاه این رو گفته، مرحوم شاه، یا اینکه